روز سه‌شنبه در جمع آمدی پیش از انتخاباتی در شهر شرقی جلال آباد افغانستان بمبگذاری مرگ طلب مواد ترکنده را فعال نموده حیات کمش 13 کس را از بین برد. در این حادثه نزدیک 30 نفر دیگر زخم برداشتند. به گفته شاهدان در گرد همایی پیش از انتخاباتی تخمیناً 250 کس حضور داشت. 20 اکتبر در افغانستان انتخابات پارلمانتی برگزار می شود. معرکه پیش از انتخاباتی نامزدها روز جمعه گذشته آغاز یافت و مقامداران افغان درباره حمله‌های طرح‌ریزی شده جنگجویان معلومات داده بودند. رای دهندگان از منصبداران افغان طلب دارند که امنیت جمع‌آمدهای سیاسی را تأمین کنند. ما تقاضا میکنیم که حکومت امنیت چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی را کفالت دهد. همچنان از نامزدها طلب دارم که اگر قدرت تأمین امنیت گرد همایی را ندارند پس این کارو نکنند تا مردم بیگناه قربان نشود. برای بسیاری از رای دهندگان افغان انتخابات پارلمانتی ماه روان تمرین انتخابات پرزیدنتی سال آینده است و سوال هم این است که آیا حکومت به تأمین امنیت این چاره‌بینی سیاسی قادر است یا خیر؟